1:14 مورخه 25/3/87 توی دانشگاه. تجمع دانشجویان معترض به نتیجه انتخابات از ساعت 9:24 خرداد 2 روز بعد از برگزاری انتخابات آغاز شد. اما از ساعت 11:30 شب که گارد ویژه خوابگاه دانشگاه تهران را محاصره کرد، درگیری‌ها آغاز شد. دانشجوها از پشت بام سنگ می‌انداختند. گارد ویژه هم از پایین سنگ می‌پراند و گاز اشک‌آور شلیک می‌کرد. از خود یارو اون دیگه داره میاد. خیلیش کن نه. بیا بالا. بالا. علی آقا بچه بسیجی بیاید اینجا. بچه بیاید آماده شید بیادم ببرید. نیروهای بسیجی چند بار تلاش میکنند وارد کوی شوند. بازم بیادم بوده این برید. آقا بچه‌های پاشم. دستاتون پاک کنید یا علی بگید برید. تمومش کنید دستاتون. بیا بالا بابا بریم. میگیرم کسی باید نداره خچه عملیت بالا به خچه بیا بالا بیا پاش اپایی کامل بگیر. حدود ساعت 2 صبح گارد ویژه نیروی انتظامی هم به کمک بسیج می آید. باز نزن آقا.
آقای بیشتری داری تو؟ آره اینم بگیر اینم بگیر تو بیا بیا خود تو صورتم بنزین خود تو صورتم سوختم هیچی نشده هیچی نشده آقا بلش کن برادر من بلش کن بنزین آتش میگیره نه زنجیر سلوسته با اون چیزایی این به چی بسته اینقدر گیر دادیم به این؟ در بندیم با نه اینا در میشکنن میان اگه به در بستن نیست که رو یه درش کندی شده کنده ها؟ یه درش کندی شده احمد بیا اینجا احمد بیا اینجا احمد بیا اینجا بیا جلوی کار رفتیم تو به مولا متی بر اساس قانون ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها به درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. بگیر مادرشو برداشتش فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران چند روز بعد گفت که هیچ درخواستی در این زمینه نکرده است. آقا رکب نزنم بسو متی حفظ مش نیام برامون شیشا سنگ اینجا کی هست اینجا؟ ای تو به نکن نه بنا زمین بابا بذار من ما از طریق گفتگو حرف می‌زنیم چی پروسه همه نشون باشن جو همه